آقا سلام عرض شد. به کانال امیتانیش خوش اومدید با پارت 4 گیم پلی سکیرو. از همون جایی که اومدیم ادامه هیراتا استیت رو میریم که حالا از این راه بهتره برید. اون راه حالا میگم که ادامهش به کجا میره. کمان رو مخ 100% میزنیمش. اون راهی که از اینجا نیومدیم همین اینجاست. در واقع از این طرف اومدن بهتره چون میتونی از پشت بیای دسپلو بزنی. یه دونه آیتم اینجا داریم، داوسینگ پرور، یه دونه هم اون دو نفر هم پایینه، یه دونه اینجاست، یه دونه هم سربازه. اوکی، این هم راه اصلیه بود، فرق نداره از هر کدوم راه خواستید میتونید بیاید. آقا اینجا یه دونه پل هستش، روش یه دونه جاینته و یه دونه تیرانداز و 2 تا از اون سپر به دسته. اینجا میتونید از این گاشن شگور مصرف کنید، از پشت برید دسپلو بزنید. ولی حالا به احساس گنگ بودن میکنید، خیلی راحت میتونید بیاید اینجا، اینو بزنید. از این فقط از این چیز مواظب باشید، این جاینته. وقتی شما فینیشینگ اتک دسپلو میکنید دمیج نمیخورید، نمیتونه کسی بزنه. اوکی، میدیم کنار بزنه، یه دونه اینطوری میزنیم، دیفلکت میکنیم، میایم عقب. بذار بیا عقب بزنه. اوکی، نوبت ماست. یک کم مونده بود پاسچرش بهتره که اشکال نداره. تمام. اوکی، خب آقا اینجا ما 2 تا راه داریم که 2 تا در واقع آب داشتیم زیر پلا. یکی اینجاست که اینجا یه دونه آیتم مخفی داریم که یکی از در واقع پراستریک تولاست، ابزارهایی که وصل میکنیم به دست مصنوعی که اون بالاست. اون تا یه دونه نینجا ازش مراقبت میکنه، نینجا خیلی گنگه، فعلا براتون خیلی فایت سختیه، برای همین ابداً پیشنهاد نمیکنم با اون نینجا درگیر بشید. و اصلا بحث سخت بودن مهارتی هم نیستش. شما فعلا هلس بارت و ماکسیموم پاسچرت و این حرفا خیلی کمتر از اونیه که بخوای اصلا درگیر بشی باش. میتونی بکشی. آقا این کانتکت مدیسن، این آیتم جدید گرفتیم. کانتکت مدیسن در واقع یه دونه سم ضعیفیه که به خودت میزنی، یه خورده خودت رو سمی میکنی، مسموم میکنی، ولی در واقع مقاومت شدیدی ایجاد میکنی در برابر سم. در واقع یک سم ضعیفیه که عمل میکنه مثل در واقع یه مقاومت در برابر سم واقعی، مثلا توی دریاچه‌های سمی و اینا به درد میخوره. آقا نینجا اون بالاست، ما میخوایم بریم در رو باز کنیم یه آیتمی برداریم. توی سکیرو وقتی در رو باز میکنی دمیج نمیخوری، اون بالای نینجاست. در رو باز میکنیم. خب این آیتم میستر ریونه. میستر ریون خیلی آیتم خوبیه، بدک نیست. میستر ریون یه کاربردهای خاص خودشو داره. ببین میتونی یا باش فایت کنی ولی سخته، یه مقدار میفهمی چی میگم. پاسچرتو خیلی کمتر از اون چیزی که بخوای و دمیجی که میزنی با توجه به اینکه اسکیل پوینت تو اینا رو تا یه جای خاصی آپگرید کردی که محدوده، اون وقت یه مقدار فایت خیلی سختیه. اوکی، حالا
میتونستم بزنم، یعنی در واقع میشه زد، 100% میشه زد، ولی کلا سخته یه مقدار، چون حالتی که معمول هستش شما مثلا با اینا فایت میکنی بعدن، ولی تو موقع مثلا شما از اکسپریانس پوینتی که داشتید، اون چیزایی که آپگرید کردی باعث شده که وقتی یه دونه دیفلکت میکنی اون پاسچرش خیلی بیشتر از الان بشکنه و دمیجی که میزنی اتک پاورت بالاتره و اصولا خیلی گنگ تر هستی. آقا این مسیری که ما اومده بودیم، مسیر اصلی اگه یادتون باشه، حالا اینجا که یه دونه رست کردیم، اینجا پشتش یه دونه به اصطلاح شینوبی هانتر رو کشتیم این پشت. اینجا اگه خاطرتون باشه اینجا هم یه دونه پل است که زیر این پل هم به اصطلاح یه لوکیشنی هست که اینجا هم میتونیم بریم. وقتی که تنفس آب رو به دست آوردیم میتونیم از اینجا زیر آبم بریم. اینجا آخرش میخوره به ادامه همون پل بعد. اینجا از بالا میریم و همون پلی بود که جاینت بود، ادامهش وقتی بیای میاد میشه اینجا. اینو میکشیم، اینو میکشیم و اما اینجا یه دونه نیزه دار هستش، 2 تا نیزه دار هستش که حالا یه دونه آیتم اینجا هست، اینو برداریم بعد بگم. ویوش قشنگه. اوکی، اون بالا همون جایی که از ادامه جاینت ها رو میایید اینجا، یعنی بذار اون بالا بریم با پدر هم یه معاشرتی داشته باشیم بعد بیایم اینجا. بعداً به اون پدر یه کلیدی داره که به اون کلید احتیاج داریم، کلید معدنه فکر کنم، معدن چی میگم، معبد. همین اینا رو میشه اسکیپ کرد، یعنی اوکی هم. خب اگه اونجا رو مستقیم می اومدیم میرسیم به اینجا که پدر اینجاست. وقتشه که من برم. خب کلید معبد رو به ما میده، میگه وارث ابدی اونجاست، میگه از این طرف برو. هیچ وقت قانون چیز رو فراموش نکن، قانون آهنینمون رو فراموش نکن. استاد همه چیز هستش برای یک مثلا شاگرد و با تمام وجود اربابتون رو حفظ کن. اینجا درها بسته میشه، همه جا آتیش میگیره و پدر میمیره. راهی که میرفتیم از اینجاست. الان کلید معبد رو داریم. اوکی، اینجا همون جاییه که از زیر آب اومده بودیم، دقیقا همونجاست. ما از زیر آب اومده بودیم و اینجا همونجاست، همون لوکیشنه. این پشت 2 تا چیز داریم، ما 2 تا در واقع نیزه دار داریم، ما 2 تا استادی که با نیزه کار میکنن که یکیش فکر کنم سیاه سفیده گنگ تره.
حالا اینطوری به نظر من میاد. خب شما کاری که میکنید اینجا منتظر میمونید سفیده رو بکشید، چون 2 نفرن و فایتشون مثل در واقع شینوبی هانتره، فایتشون خفنه. اوکی لاک میکنیم دسپلو. این اولیش بود، یه دونه اون پشت هستش، این هم استادشه فکر کنم، از اون گنگی تره به نظر من که اینطوری میاد. یه مقدار این سراست کردنش دیلی داره ها، یه دونه اتک اضافی هم داره که از این چیز میکشه، اطرافو میزنه. اوکی بالجین کوین پرس، این دیگه ماکسیموم پرس هاییه که کیسه های که میتونید داشته باشید، این ماکسیمومشه. بکنم 500 تا توشه یا 1000 تا، دقیق نمیدونم. این هم کاکون شوگر داد، پلت داد و اینجا هم که یه دونم از این هستش. اوکی میایم ابرزنه رو گفتم میگه سراست تک بهترین نشونه، یعنی سراست تک رو کرد اونقدر گنگه که متوقف میکنه حرکت بعدی انمی رو. الان اونم میزنه، اونو میتونی میکیر کنترل بکنی، الان دیگه داریم قابلیتشو. الان اینو مثلا میتونستی میکری کنترل کنیم. بذار بزنه ببینم میزنه از اون یکی هم پشتمه فکر کنم. داداش بیا دیگه. میکری کانتر یه دن سراست بزن. سراست اوکی ولش زد دیگه منم. اوکی اینا رو میکشیم، میایم میریم اینجا، از اینجا رد میشیم. اینجا هیچی نیستش. آها خب خب 500 تا سکه داریم، به نظرم بهتره اسپریت امبلم بخریم. در هر حالت اگه دیدید که خب سکهاتون چیز داره، یه جایی میرید که ممکنه ناشناس، امکان داره بمیرید و فلان، سکه ها رو خیلی راحت میتونید باهاش اسپریت امبلم بخرید و اگه نخواستید بعدا میتونید مثلا آپگرید هم به درد میخوره. سکه ها بعدا باشون آیتم میخرن و این حرفا کلا به درد میخوره، ولی مهم اینه که صفر نشه سکه هاتون. یه رستی بکنیم اینجا. خب لوکیشنی که میریم، تعداد سربازایی که اونجا هستن زیاد، سعی میکنیم از سقف بریم و یه جوری بریم سربازان نفهمن، ولی بالاخره قراره بفهمن. اولویتمون اینه تیراندازا رو اول بکشیم. الان داره میبینه دیگه، مثلا اگه اینجا رو گوکان چیز هستش کاشین شوگر مصرف کنید دیده نمیشید، کمتر دیده میشید. اولویت اینه که تیراندازا رو بکشیم. تیراندازا رو بکشیم، اینو بکشیم، برگردیم اینجا، اینو بکشیم. آها تیراندازی شدیدن رو مخم. اینا رو بکشید، بعد تبرزنا میمونم فقط. تبرزنا اوکیه، میری جلو، یه دونه سراست برمیگردی عقب. فقط مواظب باشی زیاد
دمیج نخورید، هیل و اینا رو مصرف نکنید، چون ما اینجا جلوتر تعداد سربازای زیادی داریم و یه دونه باس فایت هم داریم که سر راهه و باید حتما بکشیمش. اوکی، یه دونه هم اینجا هستش از این سرباز سراست، داج سراست. خب این تو یه دونه آیتم هست ولی فکر کنم یکی از این چیزا نیومد بیرون، اومد. آره سربازای زیادی هست اینجا، اون تو میریم اون تو هم اینطوری سرباز زیاده و متاسفانه اطراف یه باس هم، برای همین هم اول باید سربازا رو تخلیه کنید. آخ دمش بردم، بعدش برید سر وقت باس. خب اینجا یه دونه آیتم هستش. اوکی این هستش داوسینگ پاودر که آتیشو گفتم که چیز میکنه. یه دونه آیتم هم بود. دیواین کنفری. خب دیواین کنفری خیلی چیز خوبیه ها، ریر هم هستش، بعد هم میتونی فارم کنی ولی کلا ریره. The paper is made ceremoniously by copies توضیحاتش زیاد چیز نشون نمیده بهتون، ولی این چیزی که هستش دیواین کنفری یه جورایی مثلا استفاده میکنید شمشیرتون توی شاید والپیپر و عکس‌ها دیدید رنگش بنفش میشه و دمیجی که میزنه خیلی زیاده. یه جور انمی های خاصی هستش توی بازی که اگه با این دیواین کنفری نزنیش امکان نداره با شمشیر دمیج بخوره و 100% میمیری. خیلی سخته. باس های هدلس و باس هایی که مثلا آیتم های خیلی خوبی دراپ میکنن اونا که معدودن، کلا دیواین کنفری نزنی خیلی سخت میشه. اوکی خب اینجا چیزی که ما داریم، حالا من نمیخوام اسپویل کنم ولی اینجا چند تا سرباز هست. اون پشتیه که اون خفنه واسطاده با یه شمشیر بزرگ 100% مثلا خب همه میفهمن که این متفاوته باسه. خب شما قرار اون باس رو بکشید و اینجا چند تا سرباز هستن. اونجا یه آقایی واسطاده اون کنار چراغ، اگه ببینیش اونها بالای سرم، اونجا یه آقایی واسطاده که اون میتونه تو این فایت کمکتون کنه و بعد از اینکه دسپلو کردید انمی و اینا رو کلا تخلیه کردید، بعدش دسپلو کردید انمی و باسو بیاید با این صحبت کنید توی باس فایت بهتون کمک میکنه. توی این فایت چیزی که من پیشنهاد میکنم داشته باشید پلت هست، شیلینگ گورد هست، بعد آکوشیور خوبه توی این فایت خیلی کمکتون میکنه. بعدش حالا فیستفول آف هش اینا کلا این دو تا آیتم یه خود ریرن، استفاده نکنید بهتره به نظر من. دیوان کنفتی اصلا استفاده نکنید، ریره و حالا هر کدوم از اینا خوبه ولی این بهتره به نظر من، چون فرصتمون محدوده تا اون باس رو بخوایم بکشیم. اینم خوبه، اینم استفاده کنید خیلی خوبه. دمیجی که میزنید به باس هر چقدر بیشتر باشه تو مدت محدود اونقدر بهتره. ما میریم الان اونجا رو یه خورده سربازا رو بکشیم، تمیز کنیم که بعدش برگردیم و با باس فایت کنیم. قطعا خریت محض اگه بخوای همونطوری با باس با وجود این سربازا با باس فایت کنیم. یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری، اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی، تجسم، اصلا خر رو تو اسم، یعنی خریت محض دیگه. چی بگم، بهتر اول این سربازا رو بکشید، دارید میبینید دیگه یه جورایی چطوری دمیج میزنه. خب اینجا برید اینجا یه خورده بگردید، بذارید بیاد دنبالت. اینجا بگردید قشنگ، بیاد تو راه رو، برید بقیه این انمی ها رو بکشید. این از این. جلومونه. اونطوری پویزن هم میزنه که پویزن دادنش هم فرصت خوبیه برای زدنش. بعدم میگم چطوری. اوکی ما همه این سربازا رو کشتیم. برید این طرف، از اینجا برید.
که باس ریست بشه. خب باس که ریست شد مطمئن شدید باس رفت واستاد اونجا. اونجا واستاده چرا؟ داداش برو دیگه حله برادر. کجایی؟ نمیبینمش. اونا داره میره اونجا. خب کاری که قرار بکنیم گفتم میتونید از این نوع کوشگوری هم استفاده کنید. من شخصا استفاده نمی کنم، بدون اینم میتونید بزنید، ولی خب بذار استفاده کنیم دیگه. چی میشه که کاری که ما میکنیم اینه، میریم دسپلو میکنیم، بعد اون یکی یارو رو صدا میکنیم بیا تو فایت کمکمون کنه. بریم دسپلو. برید با این یارو صحبت کنید. این اومده برای نجات لورد کرو به ما کمک کنه. این خیلی وقتی پویزن میزنه میتونید بهش دمیج بزنید. سعی کنید جهت مخالف باشید با این یارو که وقتی اونو داره میزنه شما این ور بزنیدش، ولی حواستون باشه دیگه چون به هر حال ممکنه دمیج بزنه بهتون. آها و الان اون پشتیه بهش ده. وقتی اینطوری میکنه فرصت خوبیه بهش بزنید. یه دونه این تبر دمیج خیلی خوبی میزنه، مثلا با آک و شوگر پاسچر انمی رو واقعا رنده میکنه. وقتی الان از پشت هم بکن. سعی کنید جهتتون مخالف باشه با اون یاروه. خب کشتیمش. اوکی. Unrefined ساکه یه جور نوشیدنیه در واقع مثل شراب طوریه برای ژاپنیا، از برنج به دست میاد فکر کنم ساکه. و این چیز خاصی نیست. به بعضی از NPC ها بدید یه دیالوگای خاصی بدید رد و بدل میشه بینتون. یه دونه پریر بیت داد که سومیش هستش. با این باسو کشتیم. بیچاره هم جونش آخراش بود. پویزن دمیج هم خورده فکر کنم دیگه داره بمیره. جنگ سختی بود خدا قوت. من چرا دسپلو کردم این بیچاره رو؟ کلا پویزن خورده بود متاسفانه، انگوی دست من هم خورد، بیچاره رو دسپلو کردم. آقا من عذرخواهی میکنم برادر، خیلی شرمنده. خب این باز هم کشتیم. الان اینجا این دوتا هستش بکشیدشون. داداش من الان با باست درگیر بودم، این نگاه میکردی ببینی با کی داری فایت میکنی برادر. اوکی اینجا رست میکنیم، این تو هیچی نیست. اینجا رست کنید. این یادتون هستش اینجا یه خانمی بود به ما اون چیزو داد، زنگوله رو داد و ما رو با پسرش اشتباه گرفته بود. این اون چیزه، این اون خانم است. به ما میگه پسر جغد. یک تصویر خیلی وحشتناکی دیدم و تمامی نداشت. ارباب جوان توی اون امارت هستش و پسر من ایناسکه رفتش که نجاتش بده و احتمالا اوکیه وضعیتش، ولی هیچ وقت نمیدونی که چه اتفاقی ممکنه بیفته. میگه برو ارباب جوان رو نجات بده. خب اون پسرش هم که ایناسکه در واقع رفته بوده که کرو رو نجات بده، که الان اون تو رفته بوده کرو رو نجات بده که متاسفانه ایناسکه هم زخمی شده بوده. اینجا در واقع گذشته محسوب میشه، خاطرات محسوب میشه. آقا اینجا ما یه چند تا آیتم داریم. اینو داریم داوزینگ پاودر، اینو داریم پلت داریم، بعدش
اویل داریم، روغن داریم. اینجا این اولین در مخفیه که دارم نشون میدم. اینطوری میاید درها وسواش باز میشه دیگه. نری یا هر جا رو بغل کنیم مثل الدن رینگ نیست در نامری داشته باشه، مشخص هستش. خب این که اولم باز میکنیم. خب چهارمین پرایر بیدمون هم گرفتیم و الان میتونیم هلت بارمون رو بیشتر کنیم. خب اینجا چیزی نیست دیگه. اینجا اوکی. اینجا خب دیگه چیزی نمود. خب من یه دونه رست کنم، اینو فول کنم، یه نفر رو بکشم، اکسپریانس هم کامل بشه. خب تمام شد. الان کاری که ما میکنیم اینه که اینجا رست کنیم. بعدش 447 تا سکه دارم، من چیز میخرم، اسپریت میخرم. شما میتونید هر کاری بکنید، هر آیتمی دلت بخواد بخری. میتونی ترجیحاً کیسه های طلایی رو بخر و آیتم های مهم من بعدا میگم کدوم هست که از تاجر رو باید بخری. آقا 4 تا پرایر بیت داریم. وایتالیتی رو میخوایم بیشتر کنیم. این هنس فیزیکال اتریبیوت، این جونمون بیشتر شد. خیلی مهمه که بعضی باس ها هستن که دیگه نمیتونی بزنی، یعنی اینکه آقا برای اون باس ضعیف هستی. خب بخش کوار اسکیل گفتم مهمترین اسکیلی که فعلا منتظرش هستم اینه، برس آف لایف لایت. اینو بگیری یعنی اینکه هر انمی رو که دسپلو بکنی شما هیل میکنی، در واقع هر انمی رو بکشی شما هیل میکنی. این خیلی مهمه. 5 تا نگه دارید، 5 تا شد، اینو بگیرید اول. الان آقا اینجا ادامهش یه باس دیگه هستشون، تو باس آخر این لوکیشنه که الان من خیلی ضعیفید، یعنی برید فایت کنید. ترافل میکنیم از جایی که مونده بود همین استیروی بود.